همتون یه داستان رو تعریف کردیم. اتفاقی بود که افتاد. فقط نمیفهمم چطور تونستی 6 نفر رو بکشی، اونم بدون اینکه حتی یه خراش برداری. واقعا تحسین برانگیزه. اون جون همکارشان نجات داد. تجربه کارتون با سلاح چی؟ تیراندازی شما کاملا بی‌نقص بوده، ولی امتیازی که تو آموزش گرفتین متوسط بود. به زور قبول شدی. با کشی و کشته شو. اینطوری بیشتر تمرکز کنی. خیلی خب، یه موضوع دیگه هم هست. میخوایم یه نگاهی به این فیلم بندازی. فیلم دوربین امنیتی، کامیونی که بهش حمله کردن همونیه که توش نگهبانا کشته شدن. من نمیتونم دوباره نگاش کنم. اشکال نداره، میتونید برید بیرون. فقط میخوام بهمون بگی شباهتی بین افرادی که توی این فیلم میبینی و اونایی که دیروز باشون روبرو شدی هست؟